با من همراه باشید تا با همدیگه این گیفته جذاب هندونه‌ای رو درست کنیم. اول پای صابون شفافمون رو به قطعات ریز خورد میکنیم، توی قالبمون میریزیم و میذاریم به روش بنماری تا ذوب بشه. بعد از اینکه ذوب شد رنگ قرمزمون رو به پای صابونمون اضافه میکنیم و یه تیکه خیلی کوچیک پای سپید بهش اضافه میکنیم تا آب بشه. بعد از اینکه رنگ دلخواهمون به دست اومد بهش اسانس مورد نظرمون رو اضافه میکنیم، قالبمون رو آماده میکنیم و صابون رو توی قالب میریزیم. بعد از چند دقیقه که خوش شد قسمتی که پوست هندونمون هست با چاقو برش میدیم و از قالبمون جدا میکنیم به این صورت که توی تصویر میبینید. بعد از اون یه مقدار از پای سفیدمون رو ذوب میکنیم و قسمت هایی که خالی شدن رو با پای سفید پر میکنیم. قبل از پر کردن با الکل اسپری میکنیم تا 2 پایه به هم دیگه بچسبه. بعد از اینکه پای سفیدمون هم خوش شد به آرومی از توی قالبمون جدا میکنیم و قسمت های اضافی اون رو با چاقو برش میدیم. برای رنگ کردن پوست هندونه 2 قطره زرد و 1 قطره آبی من با هم دیگه قاطی میکنم و یه رنگ سبز خوش رنگ به دست میارم و قسمت پوست هندونه رو به این روش که توی تصویر میبینید رنگ میکنم. یه قسمت خیلی نازک از رنگ سفید رو میذارم که بمونه، یعنی کل قسمتش رو سبز نمیکنم. نمیخواد که خیلی مرتب رنگ‌آمیزی کنید، همون به صورت نامرتب چند تا با قلمو روش بکشید که حالت نقش و نگار پوست هندونه هم روش میافته. برای دونه های هندونه هم از رنگ مشکی استفاده میکنم و با قلموی نازک روی دونه ها رو هم رنگ میکنم. میبینید که یه گیفت خیلی خوشگل و بامزه از صابونای هندونه‌ای داریم که میتونید تو ظرفای کوچیک بسته بندی کنید و به بچه‌هاتون هدیه بدید.